دوستای عزیز، کلیپ را ساخته بودم در مورد سوال برادر که در مورد نماز بود و خیلی ها در کامنت ها گفتن که این نماز نمیخوانه و این دروغ میگه. از این قبیل کامنت ها که شما کامنت هاشون در پایان میبینین. اما سوال ما از برادرها و خواهرای که این سوال کردن یا این کامنت ها را کردن که این نماز نمیخوانه، شما ها از کجا میدونید که جوان نماز نمیخوانه؟ آیا غیب میدونین یا در کلیپ از برادر شنیدین که گفته باشه من مسلمان نیستم، من نماز نمیخوانم، من خدا پرست نیستم و من سجده نمیکنم؟ اگر چنین کلیپ از دیده باشین خب بر من نشان بدین که من هم ببینم و من هم معتقد شوم و باورمند شوم که جوان مسلمان نیست و نماز نمیخونه. در غیر از او چگونه به خود جرأت میتین که در حق یک مسلمان قضاوت بکنین؟ نکنین. به خدا قسم که از دین جوانان مسلمان را دور میسازین با این کامنت ها، با این چنین فکر و طرز فکر. دوستای عزیز و گرانقدر، دین اسلام یک دین شفقت و مهربانی هست. هر چقدر از خوبی های اسلام بگیم، همه قدر قلب انسان به طرف دین مبین اسلام کشیده میشه. پس عزیزان لطفاً قضاوت نکنید. و یک نکته دیگر که در مورد تتو گفتن دوستای عزیز، کسایی گفتن که در بدن جوان تتو هست، نمازش صحیح هست یا خیر؟ بله، نمازش صحیح هست. تتو کار اشتباهی است، گناه هست. در کنار دیگر گناهایی هم یک از گناهان کبیره است و مورد نفرین قرار میگیره کسی که تتو میکنه یا خالکوبی میکنه. اما چون که در زیر پوست است، وضو صحیح است، آب به پوست میرسه، غسل صحیح است، نماز صحیح است و کسی گپ گفته نمیتونه که نمازش قبول نیست. بناهن او گناه جداگانه است. الله توفیق نصیب بگردانه که پروردگار توبه نصوح را نصیب ما بگردانه. توفیق توبه نصوح نصیب حال من اول، بعد نصیب حال هر کسی که نیاز داره. همه ما مطمئن هستیم که نیاز داریم که به الله خود بازگردیم. هیچ کسی نمیتونه ادعا بکنه که من پاکتر از همه هستم، من هیچ گناهی ندارم، ما هیچ به گمراهی نرفتیم. نه خیر. از اول از خودم که من امروز شما را توصیه میکنم به سوی بازگشت به سوی الله سبحانه و تعالی. من خودم یک انسان بسیار گناهکار هستم. من خودم سخت به توفیق و هدایت الله سبحانه و تعالی نیازمند هستم. بنابراین دوستای عزیز در حق هم دیگر دعا بکنین که پروردگار هدایت نصیب بکنه و در حق این جوان و هر جوانی که در صفات مجازی فعال هستند که ذره ایمان در قلبشان وجود داشته باشه، مکلفیت ما است که در حقشان دعا بکنین تا این ذره به کوه ایمان تبدیل شود ان شاء الله. پس هیچگاه نمازتان را ترک نکنین تا وقتی که الله شما را رها نکرده. پس شما چرا الله را رها میکنین؟ موفق کامگار باشین. سلام علیکم و رحمت الله.